اصلا در پارلمان اتحاد اروپا شما با شما کی صحبت کرد و از شما چی را دانستن یا فهمیدن میخواستند؟ اندیشه ما را نسبت روندهای سیاسی، وضع اقتصادی، احتمالیت گسترش مناسبت تاجیکستان با برابر روسیه با دیگر دولت ها و اینچنین زمینه ها برای به وجود آوردن جلب سرمایه خارجی و با استفاده از امکانیت های اتحاد اروپا، دولت ها عضوهای آن که 28 کشور اروپا را فرا میگیرد میپرسیدند و به سوال های خود پاسخ های مشخص میگرفتند. وابستگی هر کشور از یک دولت ابرقدرت نه، بلکه در مقرر نمودن اولویت های سیاست خارجی خود با در نظر داشت منفعت های ملی دولت ها می توانند مستقل باشند. وابستگی تاجیکستان از ابرقدرت ها مشخصا چی رو در نظر داشتید یا کدام ابرقدرت ها رو در نظر داشتند؟ چون قبلا ما بیشتر تحت نظارت مسکو و اتحاد شوروی بودیم و اینچنین واسطه تاثیررسانی مهاجری کاری هست و قسم نظامی روس ها نیز اینجا هستند. وابستگی ما از اونها بیشتر است، ولی همزمان این همکاری نباید باعث خلالدار گردیدن گسترش مناسبت در دیگر ساحه ها با دولت های دیگر شود. یعنی با برابر ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه و بعضی بازیگرانی که در منطقه هستند، مثلا ایران و قزاقستان و ازبکستان، اینچنین اتحاد اروپا نیز است و با برابر داشتن عمومیت ها، تفاوت ها میان این مرکز ها نیز وجود دارد.